یکی ما دو مادر داریم، مادر وطن و مادر اصلی خود ما. وطن خاکت شوم جان تو زخمی است، سراپاکو و دامان تو زخمی است. نظر کردم به بگرام و شمالیت، ز کابل تا به پروان تو زخمی است. جشنواره نوبتی مهاجران افغانستان و آسیای میانه که در کالج کرانفورد کمیونیتی لندن دایر گردید با چنین مصرع‌ها از جانب برنده چاره‌بینی ژورنالیست برزیده افغانستانی نظیره کریمی آغاز گردید. ما بسیار خوش هستیم، بسیار عالی، بسیار خوب. اما افغانا بسیار از جشنواره و از مسائل خوش هستیم دیگه. بسیار سرگرمی خوب و بسیار هنرمندای مشهور بسیار و ما خود احساس میکنیم که در وطن هستیم. این روزای که تجدید میشه بسیار یک روزای پرخاطره است. میبینیم فکر میکنیم در وطن هستیم، وطندارای خودم میبینیم، بسیار بر ما خوشایند است. به صفت معلومات باید گفت که انجمن افغانستان و آسیای میانه 25 سال قبل از این در لندن تأسیس شده. هدف اساسیش رشد همکاری علم و فرهنگ مهاجران با سیستم فرهنگی بریتانیان می باشد. با واسطه این جمعیت کورس‌های مختلف زبان آموزی و قانون آموزی تشکیل کرده می شوند و در دایره آن فستیوال و چاره‌بینی‌های فرهنگی نیز راه اندازی می گردند. فستیوالی که امروز شما شاهد هستید پنجمین فستیوال تابستانی انجمن افغانستان و آسیای میانه است که با منظور تجلیل از هفته مهاجر این برگزار کردیم. در بریتانیا هر سال در ماه جون از هفته مهاجر تجلیل به عمل می آید که ما هم به مناسبت تجلیل از هفته مهاجر اینمی برنامه که شما میبینید برگزار کردیم. من بسیار زیاد خوشحال هستم که تمام زحمات ما، سختی هایی را که متقبل شدیم، رنج هایی را که متقبل شدیم در 25 سال ما نه رخصتی داشتیم نه جشن داشتیم. تمام اعضای خانواده شب روز هفته 7 روز کار میکنیم تا اینکه یک آینده بهتر و خوبتر به مردم خود فراهم بسازیم. و وقتی که امروز ما میبینیم که مردم ها اینجا احساس خوشی میکنن، لذت میبرن از این فضا، با هم دیگر دوست میشن، یکی دیگر امروز یکی دیگر آشنا میشن، این کلانترین یک افتخار است. کودکان را میبینیم اینجا، نسل های نوین میبینیم، بعضی جوانایی که 25 سال پیش از خدمات ما استفاده میکردن حالی همیشان نام خدا بزرگ شدن. پس این نشان میده که کاری که ما انجام میدیم این محدود نمیشه تنها با برنامه‌های فرهنگی. هر سال سنه 20 ایون همچون روز بین الخلقی مهاجران قید کرده می شود. از این روز سال جاری نیز در دوام یک هفته ماه ایون از جانب انجمن افغانستان و آسیای میانه چاره‌بینی‌های گوناگون فرهنگی و مدنی دایر گردیده. تدبیر مذکور نیز از زمره آنهاست. به روی زخم برتنم، فقط به حکم بودنم که من زنم تو هم صدا شویم و پا به پای هم رویم و دست به دست هم دهیم و از ستم رها شویم. به خاطر از اینکه یاد وطن تازه میکنه، روزایی که ما در افغانستان بودیم و با هم در اونجا میله میکردیم در باغ بابر و بعضی پارکای دیگه افغانستان، امروز اونمو یادا بر ما زنده شده. این بسیار ما را اکسایتد کرده. امروز مهر وطن در اینجا تازه شده با دیدن هموطنای ما خصوصا زیادتر. برنامه امروز واقعا بسیار عالی و بسیار مفید برای همه افغان هستند که همه افغان ها را به هم متحد کرده و همه دوستا را به هم میبینیم و از این لذت میبریم. واقعا بسیار جای خوشی است. فهمیدیم که شما در سمرقند هم بودید. بله سمرقند، بخارا، واقعا ازبکستان بسیار یک کشور عالی یافتم. بسیار جای زیبا و بسیار مقبول بود که واقعا خوش بودم. ولی میمون نواز بودن. بله بسیار با افغانا چی داشتن، هم کلچر بودن و یا گروهی از مهاجران برنامه کنسرتی را با اشتراک سرایندگان مشهور افغانستانی از قبیل غزال عنایت، یوسف محمود و دیگران تماشا کنند. گروه ویستافکا یعنی نمایش لباسهای ملی و محصول هنرهای مردمی، محصولاتهای زرگری و عطاری صاحبکاران را تماشا کرده برای خود خرید می کردند.
امروز یک روز بسیار جالبی هستش که تونستیم که مردم افغان را با هم دیگه جمع کنیم، نشانه اتحاد و همبستگی بین مردم افغانستان. به امید روزی که آزادی باشه در کشور افغانستان و این برنامه ها رو در کشور افغانستان اجرا کنیم. البته در لندن هیچ یک نمایش فرهنگی بدون طعام‌های ملی صورت نخواهد گرفت. طوری می‌بینید اینجا در قطار پزنده‌های ماهر آشپزان معروف سمرقندی عائله مجید و فانیس با آش پلوی سمرقندی حاضرین را خرسند می‌کردند. اکای اکبر و اپای سنابر در این گوشه جشنواره آش پلوی ملی مردمی ما را معرفی نموده ایستادند که باعث افتخار ما سمرقندیان است. زنده و سلامت باشین. شما اهل ازبکستان هستین؟ از سمرقند یا بخارا؟ از سمرقند باستانی. مردمای قبل از سمرقند آمدم، میگه اگر آن ترک شیرازی به دست آرد دل ما را، به خال هندویش بخشم سمرقند و بخارا را. سمرقند صیقل روی زمین است، بخارا قوت اسلام دین است. واقعا مخاطرات بسیار خوب داریم. ما با ازبکستان، تاشکند، سمرقند و بخارا وجوهات مشترک داریم. سمرقند و بخارا مهد تمدن اسلامی است، بسیار کلاسیک است. ما مردم با هم نزدیکی داریم و تاریخ کهن داریم و من بسیار خوشحال هستم که شما را امروز میبینم در این محفل افغانی. بسیار خوش آمدین، صفا آوردین. امیدوار هستم که لذت برده باشین. باید تذکر نمود که این همه خرسندی ها زیر آسمانی تنج و آسایشته دایر می گردد و این کودکان افغانستانی که قسمت تولد شدن و زندگی کردن را در لندن برایشان ارزانی داشته است، سرمست خوشی و خرسندی های کودکانه در ارغنچک ها پرید ایستادند. مردم افغانستان که از ازل صاحب علم و صاحب فرهنگ هستند، اینجا نیز هویت ملی خود را فراموش نکرده مکتب با نام فردوسی تشکیل نمودند و این حجره معرفگری مکتب مذکور در جشنواره بود که با محصول ایجادی خوانندگان همین مکتب آرا داده شده است. این حقیقت، این غرفه و این خیمه به پا شده تا علاوه بر این که صنایع دستی افغانستان رونمایی بشه و همه چیزایی که شما داخل این خیمه میبینید کار دست هست، علاوه بر اینا حمایت بشه از دختران افغانی که حق تحصیل از آنها گرفته شده. امروز این فستیوال در واقع میخواد که علاوه بر این که مردم دور هم جمع کنه، مردم افغانستان دور هم جمع کنه، میخواد شاد باشن، در یک جمع شاد و دوستانه در کنار یکدیگه یک روز تابستانه رو بگذرونن و با هم دیگه بیشتر آشنا بشن، با فرهنگ افغانستان بیشتر آشنا بشن و اینکه فرهنگ خودشون رو در واقع بازیابی بکنن. خلاص انجمن مذکور یک واسطه دیداربینی و خرسندی نمودن مهاجران افغانستانی و آسیای میانه است که آنها را با هم اتفاق می نماید. آن روز اعضایان جمعیت مذکور و مهاجران تا دیر باز رقصیدند و سراییدند و خرسندی نمودند. فرخ یلداشف از لندن برای آریان و استو صدا و سیمای سمرقند.